به نام یزدان بخشنده و مهربان، سلام به شما هموطن عزیزم، عاشقان فوتبال ساحلی در سرزمینم ایران. با سبک گزارش اختصاصی من، حساس‌ترین لحظات نبرد یوزهای ایرانی، شیردلان افغانستان. و حالا ایران تلاش داره تا خودش رو به صدر جدول برگردونه. در این لحظات صاحب توپ و حملات پردامنش رو ارائه میده و بالاخره با این شوت گل اول رو ایران به ثمر میرسه در مصاف افغانستان. و سید علی ناظم پسری از استان یزد موفق میشه با شوتی سنگین بازی رو 1-0 کنه. صحنه هسته رو میبینیم، شیر پاس داد ناظم که تمرکز بالایی داشت در بین نهایی رو وارد کرد. او تجربه بسیار بالایی داره و بس نیست برای فوتبال ساحلی ایران. سید علی ناظم، سمیع الله محمدی کاپیتانشون، عبدالسمیر نظیری و امید حیدری براشون بازی میکنن. ایران با شوت بعدی خودش شانس گل بعدیشون امتحان کرد. فوتبال ساحلی در حال رشد افغانستان، موقعیت در اختیار شوت‌زن‌های ایران و گل دوم موحد محمدپور. این گام بعدی ایران هست برای بردی پرگل در این میدان و درسی بزرگ برای فوتبال ساحلی افغانستان تا بتونه با استفاده از تجربه فوتبال ساحلی ایران خودش رو به قدرت‌های برتر نزدیک کنه. قیچی دیدنی موحدپور رو دوباره با هم مرور میکنیم. موحد محمدپور و بازی که 2-0 میشه. قیچی بعدی فوتبال ساحلی ایران رو میرشکاری زد. میرجلیلی در بازی اول هم گل زد. پاس او برای میرشکاری شاهدیم، ضربه روی پای میرشکاری و توپی که به اوت رفت. بره در کشور دیگه ای کار بکنه. یه شوت دیگه برای ایران و توپ بیرون میره. امید حیدری از همون فاصله میزنه و میرجلیلی رو به واکنش وامی داره. بهادری از همین فاصله میزنه شوتشو. مهار دیدنی دیگه ای از میرجلیلی 9 متر رو رد میکنه ایران و یه شوت از راه دور که توپ به بیرون میره. مرکز میدان، عملکرد افغانستانی ها رو این صحنه جالب نبود. این 12 بازیکن ایرانی حاضر در این تورنمنت اصول رو به درستی ارائه میدن، حاصل سالها تلاش مربیان سازنده هست. توپ به زیر تیرک برخورد میکنه و برمیگرده. حالا داستان به جای میرجلیلی خواهد آمد. او آخرین حرکتش رو تو این تایم با پاسی که داد به معصومی زاده صورت میده. یک کنترل، این ضربه و نهایتاً کورنر. این ضربه محکم، توپ به بیرون میره. پرتاب با شیر محمدی. یک کار تمرین شده بود ولی کامل نشد. ناظم و محمدپور. ایران 2-0 جلو هست از افغانستان. شوت بعدی و این هم گل سوم. ایران 3 افغانستان 0. این مسیر تحقیر کردن فوتبال ساحلی افغانستان نیست. این کلاس درس فوتبال ساحلی ایران برای افغانستانه. آنچه گذشت، سازندگی دیدنی گلری پا به توپ به نام سید محمد داستان و شوت زیبای عباس رضایی، هر دو از استان یزد بی ساحل و بی دریا، اما با پسرانی دریادل فوتبال ساحلی ایران رو بیمه کرد. پاسش برای میرشکاری و شوتی که او میزنه و توپش با اختلافی زیاد به بیرون میره. بازگشت توپ و ضربه‌ای که کمجون هست نصیب ایرانی ها کرد و نهایتاً میرشکاری توپش به بیرون میره. حالا تعویض‌های ایران رو شاهدیم. شیر محمدی اونجاست، شوت شیر و توپی که به بیرون میره. پاس برای عباس رضایی که یه گل زیبا زد و حالا دوباره هم میزنه با قیچی قشنگش. دبل عباس رضایی برای ایران بازی رو 4-0 میکنه برابر افغانستان. این اجرای حرکت زیبایی است از میرجلیلی و عباس رضایی، ستارگان فوتبال ساحلی ملی ایران، محصول باشگاه گلساپوش یزد. فوتبال ساحلی اونجا یاد گرفتن و اینجا اجرا میکنن برای سربلندی ایران. توپ رو پاس میده و این شوت که میرجلیلی مسیر توپ رو زد. میرجلیلی نیمی از 12 دقیقه دوم سپری شد. ایران برای گل پنجم و ضربه‌ای که حالا به گل پنجم تبدیل میشه. این بار علی میرشکاری بود که به درستی قیچی خودش رو تونست اجرا بکنه
و ایران رو 5-0 پیش میندازه. مرور گل پنجم به شما جزئیات کارش رو نشون میده. گلر پا به توپ هنرش در فوتبال ساحلی رو به رخ میکشه و نهایتاً میرشکاری با اجرای زیبای خودش ایران رو به گل پنجم میرسونه. با شناختی درست از چارچوب دروازه افغانستان معصومی زاده پاس میده برای موحد محمدپور. حالا پیرامون قیچیشو میزنه و این هم گل ششم ایران. سریال قیچی های ایران در برابر افغانستان و گل بعدی که به ثمر میرسه. ایران 6 افغانستان 0. این بار سعید پیرامون. یه مسافه تمرینی برای ایران در راه چیزی که فقط به دست آوردنش ایران رو به حقش میرسونه، قهرمانی دوباره در آسیا. جز این باشه عملکرد ایران خوب نبوده. فقط قهرمانی میتونه ایران رو به حق طبیعیش در این تورنمنت برسونه. مختار پاس میده و ایران با این ضربه شانس گل بعدیشو داشت که شیر زد و مهار محمد جان محمدی رو با هم دیدیم. هدایت الله قریشی اشتباه کرده. حالا شیر محمدی تونست پاس هم بده و نهایتا مختار از دست هر دوشون آسی شد که چرا بهش پاس ندادن، نه شیر محمدی و نه عباس رضایی. پات افغانستانی ها و نهایتا توپی که به بیرون میره. یک کنترل و این ضربه و گل هفتم. گل هفتم ایران معصومی زاده به ثمر میرسونه. در وقت دوم هستیم که ایران قدرت خودش در فوتبال ساحلی رو یک بار دیگه نشون میده. پاس عالی از داستان بود و نهایتاً قیچی از محمد معصومی زاده. فضای خوب رو پیدا کرد، از محوطه 9 متر خارج میکنه توپ رو، پاس رو میده، یه اجرای دیگه، این بار توپ به اوت رفت. این شوت از راه دور و مهاری در 2 مرحله با داستان. شیر محمدی یه ارسال بلند از زاویه بسته مختاری شوتشو زد که توپش با اختلاف به بیرون رفت. چرخش عالی او به سمت دروازه افغانستان و شوتی که زد و توپی که راهی اوت میشه. همراهیشون رو با آنتن اعلام کردن. این توپ که به تیر دروازه افغانستان خورد از میرشکاری و به بیرون رفت. مهار داستان، یه ضربه سر. حالا موقعیت برای ایران هست و این سر و گل هشتم ایران. ایران 8 افغانستان 0. این نتایج در فوتبال ساحلی آسیا برای ایران عادیه. ایران در این تورنمنت فقط باید قهرمان بشه تا نشون بده رشد کرده در فوتبال ساحلی. جز قهرمانی در این تورنمنت برای ایران یعنی پسرفت فوتبال ساحلیمون. این طبیعی است. ما قدرت اول فوتبال ساحلی آسیا هستیم و باید نشون بدیم رشد داشتیم و همچنان حرف اول رو میزنیم. و حالا ضربه معصومی زاده چیپ زد و گل نهم رو به ثمر میرسونه. ایران 9 افغانستان 0 و آسیا منتظر ببینه فوتبال ساحلی ایران باز هم قهرمانی رو به دست میاره در این تورنمنت یا خیر. گام خوبی است به سمت قهرمانی. در دور مقدماتی ایران اقتدار خودش رو داره نشون میده. این چیپ معصومی زاده هست که به زیبایی اجراش کرد و فریب داد گلر پیش کشیده افغانستان رو. حالا موقع برای گل بعدی، دروازه خالی و شیر محمدی و ایران 10 افغانستان 0. جشنواره گل ایران مطابق انتظار برابر افغانستان شکل گرفته. لحظه‌ای که مختار توپ را با هوشمندی رسوند به او و او در شرایط ایدئال با دروازه خالی روبرو شد. درس فوتبال ساحلی، این کلاس درس فوتبال ساحلی ایران برای افغانستان هست. یه شوت دیگه که توپ به بیرون میره از کنار دروازه ایران. یه شوت دیگه بر نفع افغانستان. توپ تغییر جهت داد و میرجلیلی گرفتش. یه موقعیت برای گل 11 ما امیری زاده، ضربه سر پیاپی و نهایتا بهترین موقعیت و اجرای قیچی دیدنی رضا امیری زاده. ایران 11 افغانستان 0. دوباره میبینید یه سر اینجا، دومیش و نهایتا این قیچی.
افغانستان اگر میخواد رشد کنه در فوتبال ساحلی باید از بحث فنی فوتبال ساحلی ایران. موقعیت برای گل 12 نظرزاده میزنه ضربه‌شو و توپش به بیرون میره. پاس داده شد، مهار گل افغانستان کامل نیست و گل 12 رو میرشکاری زد. صحنه رو میبینید، ریباند توپ و حضور میرشکاری که ایران رو 12-0 از افغانستان جلو میندازه. این نتایج طبیعی است برای فوتبال ساحلی ایران. باز هم قیچی و این قیچی از زاویه‌ای بسته از نظرزاده که توپش به بیرون میره، اصرار داره که او هم گل بزنه. هنوز زمان زیادی باقی مونده که به گل بعدی ایران برسه که حالا میرسه. گل 13 به وسیله شیر محمدی. این لحظه که میرجلی پاس میده و شیر محمدی خودش برای خودش فضا ساخت و چرخید و ضربه نهایی رو وارد کرد. ایران از بازی برابر اندونزی هم حالا بیشتر گل میزنه. میرجلیلی 90 ثانیه مونده. میرجلیلی هم شوت میزنه تا نامشو بیاره تو فهرست گلزنان. پاس ناظم مختار، شوت سنگین او و حالا دروازه که برای بار 14 باز میکنه شیر. پسر خوشفکر فوتبال ساحلی ایران. ایران 14 افغانستان 0. این صحنه آهسته هست. گلر اومد توپو جمع کنه اما مهدی شیر محمدی در بهترین نقطه و بهترین زمان حاضر بود تا با یه نوک پا توپ رو ببره در دروازه افغانستان برای بار 14. میرجلیلی شوت از او و مهار همتای او حیدری در این سمت. پاس میده ناظم، یه همکاری، این ضربه مهار حیدری، خطای مختاری. ایران 14 افغانستان 0. نتیجه عادی برای فوتبال ساحلی ایران. تورنمنت برای ایران از بازی با امارات شروع میشه. منتظر میمونیم تا ببینیم ایران در مسیر تکرار قهرمانی چه خواهد کرد. در پناه نور و عشق الهی باشید تا گزارش دیگه. خدا نگهدار.